شوف بيو كيوكي خب دوستان عزیز یک سلامی گرم میگوییم با نفرانی که تازه به برنامه ما پیوست شدن. یعنی برنامه ما برنامه پخش مستقیم است که روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه مستقیما از این شبکه پخش می شود و در این برنامه چهره‌های شناخته سرشناس کشور دعوت می شوند یا اینکه یگان موضوع‌های یا اینکه یگان پرابلم‌های گرفته می شود که آیده آن مردم زنگ میزنند یا اینکه عموما در پی حل فصلش هستند. خب دوستان عزیز، ما چون دیروز در تمام سامانه‌های اینترنتی اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب پخش کردیم که بانو شاعره رحیم جان به برنامه ما حضور میارن. خب اینک به وعده‌مون خلاف نکردیم. چند قبل زنگ زدن که همین حال من در راه هستم، خب زود به نظرتان حاضر میشوم. بسیار خوب، ما انتظار شاعره رحیم جان هستیم. به حد انتظار ما به حد و کنار است نسبت این بانو و نه تنها انتظاری من بلکه من فکر میکنم که انتظاری تمام مردم تاجیک همین حال تمام تلفن هایشان یا که کامپیوترهایی که در نظرشان دارن میکشن و انتظار میشوند که این بار شاعره رحیم جان با چی دستاورد نزد مردمش حضور می آورده باشد. من میگم که نفگانی های خیلی زیاد است در حیات شاعره رحیم جان و تنها در این برنامه میگد انتظار شوید، زنگ بزنید، تماس بگیرید. تلفن های ما در استودیو. خب من برای شما قرائت میکنم اینجا. 885 885 066. دوستان عزیز، اگر سوال دارید میخواید جواب بگیرید، مرحمت با ما تماس بگیرید. 885 885 066. مرحمت دوستان عزیز، زنگ بزنید، تماس بگیرید، مسائل خود را سمسی که نمیدونم اسمشان را نمیگیرم به خاطر که هنگامه نشود یا اینکه توجهی زیاد نشود نسبت این مرد نخترش. گفتنی هستم که سخنشان را میارم برای شما. خب من کلا نمیارم که اون کس چی گفتن، فقط گفتن که همین قدر که تو خودت را زیبا کردی معنیش این زیبا نیستی. خب به هر حال برادر، من برای شما جواب میگم که روزنامه‌نگار باید زیبا نباشد. این قانون روزنامه‌نگار است و من در جواب میگم که من نه رقاصم، نه آوازخوانم، نه هنرپیشم، نه کسی دیگر، نه اهل صنعتم. من یک دختر عادیم، من یک روزنامه‌نگارم که من اینجا فعالیت میکنم و مزد مهنت میگیرم. و آن زنهایی که زیبا میبینید در اینستاگرام و فیسبوک دیگر آنها مردهای در پشتشان دارن که با کیسه های قفس آنها را سرپرستی میکنند و به عوض این سرپرستیشان این مردها از این زن جانکم، عزیزکم، شیرینکم، اصلکم را میگیرن که من این سخنها را به هیچ کدام مرد گفته در مهربان که در مسافرت هستید، در مهاجرت هستید، همین حالا با ما هستید. ما بسیار خرسند هستیم که شما همین حالت کرده از ایمین هستید و سلام گرم به کلی تاجیکا میفرستید. مهاجرای محترم، همین حال که شما از ما دور هستید و ما اینجا خندان و شکوفان هستیم، فکر نکنید که ما در فکر شما نیستیم. ما در فکر شما هستیم. ما همیشه در فکر شما. برای تمام دنیا کرونا ویروس هیچ کاری کردن نمیتوانیم، میدانم. فقط ما روحیه شما رو بالیده کرده میتوانیم. با آن همان اهل فرهنگ، اهل هنر، اهل سیاست که برای شما چیزی میگویند از خود چیزی میمونند. خب دوستان عزیز، اینک استودیوی ما باز هم روشن‌تر می شود، من کی رو میبینم؟ من برای شما فقط همین رو میگم که یک زنی بسیار زیبا همین لحظه به استودیوی ما وارد شده است که لباس های خیلی اورنجی دارد. هرچند آفتاب نیست در استودیو، من حس میکنم که آفتاب درخشان شکوفان همین لحظه به خانه ما میره. سلام. سلام، بهار مبارک. سلام، نوروز مبارک. ملکه نوروز شدی. شما هم کم نیستین، باز هم زیباتر شدین. من یک پاره صحبت نخست شما را شنیدم در راه کی گفته که درخشان زیبا نیست. هر کی گفته با من کار بگیره. زیبایی را ببینید. اصلا یگان زن در زندگی بی‌زیب نیست.
بینور نیست. یک زیبایی دارد که هیچ کس ندارد. اما اون چی درخشان ارتیق دارد باعث حسد است که میگونه گفتن از چندین صبوری ها. بعدی چندین برد و باخت ها. خب آن سالها که علاقه 3 سال می شود که من و شما دیگر روبرو نبودیم. خب یکم من هم مادر شدم، در خانه نشستم، شما هم سفرهای خارجی بودین، در خارج کشور بودین. خب اینجا از من زیاد سوال کردن که اگر شاعره نزدت یعنی حضور میارد، سوال اولین ما این است که بپرس از شاعره که به چه خاطر به امریکا سفر کرد. سفری بله سفر آخران نمیدونم در همون چی میگن گیرودار زندگی، تلاش زندگی، نمیدونم شاید برای پیدا کردن یک چی میگن یک سمت مقرر زندگی شاید که بود. و این سفر 4 ماه طول کشید. من روی راست اقرار میشدم که شاید که مقیم امریکا بشم، دیگر در امریکا زندگی بکنم. اما این 4 ماه چگونه با مشکل سپری شد و باری دیگر برای من یعنی که یک تکان بود که من به وطن کلا زندگی کردن نمیتوانم. و همون سوالی که همیشه در ذهن من توسط شعر هنوز در سفر اول در امریکا پدید آمده بود، بروم یا که بمانم، این سوال سخت برام است، دل سپردن یا بکنم. یعنی جواب گرفتن و میگن من خودم هم میدونم و اینجا مخلصای شما هم میدونن که شما بسیار سرسپرده این که دوستدار ترانه های بانو گوگوش هستید و میگن که شما شباهت هم دارید با قیافه بانو گوگوش. یک آدم بسیار دوست داری اگر به همون مانند میشه شاید همون محبت ها هست. بله خب بس گپ ها هست میانی مردم که شما گویا بعد یعنی سفر شما بیهوده نبود، شما مخصوصا به خاطر دیدار گوگوش رفتید به امریکا. این بار نه، درست است؟ 2 بار اول خصوصا سفری که بار اول داشتم به امریکا اونقدر تلاش کردم که گوگوش رو ببینم، حتی لس آنجلس و در روتردام برای من خداوند نصیب گردانید که من به کنسرت گوگوش برم. یعنی که از امریکا اومده در روتردام من در نزدیکترین فاصله گوگوش دیدم، اما برای ما اجازه ندادن و من در یک مصاحبه گفتم هرچند که مرا نادرست فهمیدن این کار اونها است و تکرارا میگویم که دیگر نمیخوام که گوگوش رو ببینم و دستش رو ببوسم، میخوام کسی باشم که گوگوش بخواد مرا پیدا بکنه و مرا ببینه. چرا نه؟ ما برای جواب یک زن تاجیکی اینقدر با جسارت میگوید، اینقدر با متانت میگوید، همین باید باشد، هر کس باید خودش باشد که من خودش رو داشته باشد. چرا که من دستی او رو ببوسم، او باید بگذار محبت من نسبت این زن، این یک زنی که من نمیدونم در واقع در نهان او چی نهفته است، ولی تمام دردها در تمام چی میگن ارمانهای من رو همیشه میسراید و اونقدر با احساس اون که معنی سرا است، اون که هر چی رو نمیسراید، اون که دستهایش حرف میزنن نمیتواند کس رو به طرف بگذارد. این محبت های من بگذار همین گونه در فاصله ها قرار داشته باشد، چون که اکثرا وقتی که با اهل هنر دوستی پیدا میکنی، از نزدیک میخوای او را بشناسی، تمامی چی میگه به قبل بله اکثرا فانتزی ها میمیرن و همون محبت ها کاسته میشن. خوب است که در فاصله بشناسید همون کسانی، یعنی که برای تو یک نمونه رو کسانی نمیشه. دیگر دوستش نداره؟ نه دوستش ندارم، یعنی با خودم نه تلاش نمیکنم بذارم چی طبیعی صورت بگیرم. من بدونید من میشناسید همه چی باید طبیعی صورت بگیرد. همین از زندگی من. بسیار شعربان زنی بسیار آزادخواه هستند، آزاد هستند، همه حرفایشان آزاد است و باید برای شما بگم که یکم شباهت دارن به همون دختر جسور ایران، آزاد بیانیش زنی همچون زنی آزاد بیان 1996 سال 1996 وقتی من در کورس دوم تحصیل میکردم، خوش که نمیگفتم ولی هم اوج الان فهمیدن که من چند سالم، خیلی کهن سال و قال دیگر چی میگن روزگار کس رو واقعا سالار میکنم و بعضا فکر میکنم من 150 سال دیدم. ولی سال 1996 در کورس دوم وقتی میخوندم دفتر شعرهایم رو به اتفاق نویسندگان بودم نزد رحمان نظری. وقتی شعرهایم رو خوند گفت که چقدر زیاد با فروغ پیروی میکنی و مثل فروغ، یعنی تاثیر فروغ بوده شعرهایت زیاد است. من گفتم فروغ یعنی کی؟
واقعا نمیشناختم فروغ کی است. میدن انسان ها بعد شعرهای فروغ رو وقتی مطالعه کردم گفتم بیشتر از من در این زندگی یک زن دیوانه دیگر هم زندگی کرده، ولی قربانی اون دیوانگی هاش میشم. بسیار بسیار فروغ رو دوست دارم، از اون که واقعا هم شعرش شعری حالت است، یعنی که هم حالت رو تصویر میکنه. در آنجا یک مجاز و دیگر یعنی که فانتازیا های شاعرانه استفاده، یعنی به سبک خودش، به دیوانگی های خودش همین گونه باید کسب باشه. شما هم از او زیادتر هستید ولی کم نیستید من فکر میکنم. ولی زیاد شما سرودهای گوگوش رو میسرید، میگن آوازم نمیگن، بلکه من میدونم که آوازتان به حد زیبا است و تا حال سرودهای گوگوش رو یعنی که یک نوع شکار است. خوب اینک آماده میشویم دوست عزیز. تمام ترانه‌های گوگوش رو دوست میدونم، اما یک ترانه‌ای که چند وقت پیش یعنی که به تازگی گوگوش پیشنهاد کرد برای جمع هوادارانش، این ترانه فکر میکنم که همه ترانه‌های گوگوش رو وقتی کس میشناسد فکر میکنه برای او گفته است، ولی این ترانه رو خاصتا فکر میکنم برای من گفته است. ترانه رو خیلی زیاد دوست دارم. همه جا هستم و نیستم، پیش تو هستم و تنها، منو از خودم رها کن، یه هوای تازه میخوام. خسته و زخمی خیلی تنها، به دنبالی که میگردی، منو نشناختی و نشناس. تو چه دور باشی چه نزدیک، یکی از ما هنوز تنهاست. هنوزم رد پاهامو فقط برگا که میدونن، تو پاییزی که 4 فصله تموم سال میمونن. صدام خیلی گرفته است. سلامت باشین. اینجا همه در استودیو من تماشا میکنن، قرص میزنن. قرص بزنیم حالا تماشابین ما فهمیدن که اینجا ما کم نیستیم شاعرانه، یعنی تماشابین های خود را داریم. تماشا میکنن، فقط آنها خاموش میمونن، خاموش تماشا میکنن و نظاره میکنن. ریال که شمارش با 5 رسید، من در 5 ریکلام بله رولیکو انخترش رولیکو ریکلاموی سرود سرایدم، ولی از سرود زنده رو با کلی تا آخر سرایدم یکم ترس دارم، نمیدونم برای چی. خب یعنی شاعر بانو مرا آوازخوان هم میکنن. درست روی موجی سامانه ایرتیجی سرودی من بروسه نزدیک یعنی پخش میشود. شعرش از شعر رحیم جان است. موضوع هم همون میکنیم، یعنی که هیچ زن نمیتواند که غیر زیبا بودن باشد، یعنی که مرا با روزهای نزدیک انا همین سرود را شما از سامانه ایرتیجی تماشا خواهید کرد. خب شعر بانو، باز یک سوال دیگر است که شما با زیاد آوازخوان‌ها سر و کار دارید، نه؟ داشتید یا اینکه دارید تا هنوز. چی شد که یک بار شما در وقت رفتنتان فکر نکردید که برابر رفتنتان این همه یعنی کارهای ایجادی شما که با اون ذوق شمردن ندارم، ولی یک خواهر جان دارم که پیوسته همه کارهای ما رو نظارت میکند و ترتیب میدارد. گفت اپا در همین 4 ماه که در امریکا بودی میدونی که 27 تا ترانه ایجاد کردی و از اون 27 ترانه 25 تاش هیچی دام وقت، یعنی که در فضای تاجیکستان همه روزه صدا میاد. خودم یعنی غیر انتظار آنها رو ایجاد کردم و نفهمیدم. اکثری یک اصل چشمی من ترانه های باور کنید حتی از یادم بعضا میروند، چون که نمیدونم شاید یک 15 ترانه ما با بهروز خصوصا 4 ماه که من در امریکا بودم ما ایجاد کردیم، هر روز یک ترانه ایجاد میکردیم. بعدم با خیرالدین شریف در همین فاصله ما چند ترانه آماده کردیم. ترانه‌ای که در نمیدونم عرفه در سال
به تو بساخارم به تو علم دارم بوسه بدیل دارم آه دلم بعد احساسی مرا کشته در خانه دل آغوشته اینقدر این ترانه رو به ذوق نوشتم نمیدونم چون که امروز بالا هوای سرودن ترانه شاد رو نداشتم ولی خیلی خیلی موسیقی سر بود ولی با همون وجود در قلب‌های مردم راه یافت شنیدید نه هر چیزی که سر درد آماده می شود اون تماشابین یا اینکه شنونده خود را پیدا می کند زیرا با درد گفته می شود بله سر احساس است به همین چی بگم عجایب است که شما در آنجا چی کار میکردید یک زنی که خیلی نازک دست است خیلی نازک بین است شما باور نمیکنید اگر بگویم که 4 ماه در امریکا من قریب از خونه قریب نه از من میرفتم از یعنی که بین شهرهای که شهرهای گوناگونی که در امریکا هستم مثلا رفتم کالیفرنیا رفتم نیویورک و رفتم لاس وگاس چندین شهرهای محتشمی که در امریکا هستن از اون شهرها دیدن کردم ولی بیشتری فرصتی من در خونه میگذشت و همون ماه اخیر که من خیلی دلگیر شدم و زیاد گریه هم میکردم دوستانی تاجیکستانی من گفتن که باید اکثرا با این کار مشغول هستن یعنی که میگن یک نوکار است هوم کیر یعنی که خدمت رسانی برای پیرانسالان در خانه در امریکا پیرانسالان کامپیرها مستفیدان خیلی زندگی ریلکس دارن کیفیت دارن همه چی از طرف دولت برای اونها روانه شده است و از جمله نفرانی که در همون شرکت های هوم کیر یعنی که خدمت رسانی در خانه کمک رسانی در خانه فعالیت میکنن معاش خوب هم میگیرن یک زنی تو خورده رو نگاه میکنه و میگه کار شرکت برای من در همین گونه شرکت برای من کار پیدا کردن و مرا بردن برای صحبت کردن با یک زنی که انتخاب علاقه بود پیشکی با اون کمپانی فهمیدن اهل همون شرکت که این نفری که میخواد کار بیاد خیلی نفری ایجادی است نازک است یک پیرزنی براش پیدا بکنه که یک کم حال و هوای زن داشته باشه و خیلی زیاد جستجو هم کردم و یک زن یافتم اسمش عیده قربانی عیده بیرم و نمون پیرزن سبب شد که من به وطن آمدم قصهش خیلی جالب است میکنم و من رو بردم با عیده یک پیرزنی 90 ساله که خیلی زنی با کار و فرق نخونی خیلی سال خودم ولی لبهایش صوف انا خیلی عصا در دستش نشسته است بعد گفت که نامت تو как тебя зовут روسی رو بلدید روس بود называть شورای شورای من جانبی نفرانی که با من رفته بودم خیلی بقر نگاه کردم چون که نامی من رو اولین بار در زندگی هم کسی میشکنه و اصلا اسم شورا برای من چندان پیسم نیست برای من نمیدونم تحقیر توفت اما صبر کردم اشاره کردم که صبر کنم صبر کردم من که شورا تی должна за мной ухаживать 3 روز باید در یک روز 3 مرتبه باید در یک روز فرش خانه من رو بشویی هر صبح بیایی من رو آبازی بیدارانی و من رو نزدی پردازگر ببری و همون ناز و تناسای خودش رو خیلی چی میگم پیشنهاد کرد و من با ذوق به شوق گوش کردم هرچند من بسیار پیرزن‌ها رو دوست میدونم از اکثر دوگانه‌های من پیرزن‌ها هستن اما میدونم ولی با او نگاه کردم گفتم عیده من خودم مثل کودک هستم یک نفر باید از پس من نمیگم مهربانی ها رو داشته باشد ببخش من به تو خدمت رسوندن نمیتونم من شوکه شدم چون این کار رو کسان در امریکا جستجو میکنن با مشکل وارد میشه پیرزنی بیگانه رو شستن به دنیا نآمده مخبر و نیاز هم ندارم من خونه دارم ماشین دارم زندگی خوب دارم من نیاز ندارم که باید فرش کنم و اونها برای من میتوانن یک معاش خوب پیشنهاد کنن یکم خاله ها مادر خصوصا مادرم برای مادری خودش بهتر است من برم خودی شما یک عرضه دیگر زندگی رو شد شما درک کردید باید عموما شاعر نویسنده روزنامه‌نگار باید در حالتی داده شده باشد باید حس کنن نفرهای دیگر رو شما حس کردین که زنهای تاجیک در آنجا یعنی بالای طبق نیستن و تو در وطن خودت شناخته هم که باشی در آنجا بله مردم من در وطن خودم ارکتوفارم من بچه ایجا در جای روی دنیا نازی من رو اونگونه که در تاجیکستان میکشن نمیکشن خودی 2 روز تولدم بود
بله چقدر تبریکات از صبح من خونم رو یعنی جای نمی‌پوشیدم خونه اینا من فکرم که انتظار نداشتم که خونه من رو هیچ کس پیدا نمیکنن و پایین نمیدونم چی داریم یعنی که خیلی مشکل است تا اینکه بالای من در طبقه نهم عین حال زندگی میکنم تو خونه من برآمدن آسان است یعنی پایین کد و چی داریم یعنی محافظ خیلی مشکل است که بالا بروند ولی مردم پیدا میکردن و رو اومدن دیروز خونم پوری آدم بود تا شام و اینقدر توفه ها گرفتم اینقدر گل ها و نمیدونم از کجای هواداران من همگی پیخست کردن که من گل های سفیدی یعنی که گل های روز سفید رو گل های روز سفید یعنی که صدبرگ سفید رو من بسیار دوست دارم خونم حالا پوری گل های بانو رو ما از صبح صادق هم در سامانه یعنی یک خبر انشا کردیم پخش کردیم و هم بانو رو من طریق تلفن بتفهم باشد تبریک کردم. تبریک شما ویژگی داشت چون که طریق تلفن شما از نفرانی اول بودید که ما رو تبریک سلامت باشید بانو. خب من بسیار خرسند هستم که شما به برنامه ما حضور دارید و من شعر بانو همین اسم و انسان تاثیر میگذاشته باشد مثل اسم شما و اسم من اصلا که اینها اسم نیستن صفتن هم اسمان هم صفت اسمها رو ما صفت بخشید بله نام من خیلی تصادف شاعر شدم من وقتی که تولد میشم از چی میگن تولد خونه من رو به خونه میارن بیبی من یک پیرزنی بسیار زیبا و نحیف و نفیسی فرغانگی مادری پدرم من رو روی دست میگیرد و همین زمان در توسط تلویزیون شاهده هاشمова هنرمند بسیار خوب هم داریم او با تار یک کودک صنف چهارم خوان در بوستان شعر میخوند بعد بیبی هم با اون زن دخترک یعنی با شاهده نگاه میکنه میگه که چقدر استعداد دارد من میخواهم نام انمی کودک شاهده بمونه یعنی به من میمونن نام شاهده و مادرم خوش نمیاد مادرم میخواسته است به من نام چمن رو بگذاره پدرم یکی از معشوقه های قبلیش رو که لاله نام داشته میگه که من نام این دختر با خودش است لاله و بالاخره نام دختری من رو لاله گذاشتن پدرم ولی با مادرم نام شاهده کلا خوش نمیاد بعد از یک هفته وقتی که میخوان برای شهادت نامه اولش یادش است مادرم میگه که از شاهده دیده برای من شاعره پسندتر افتاد من گفتم که شاعره بود خاله اما شاعره بود من بیبی میگه نه دیگرگونه نه شاعره بود و انا میگه تصادف در دقیقه نمیدونم شاید در دوام 3 دقیقه تصادف اسم من شاعره میشود در اهل خانواده و تباری من کسی شعر نگفته است یعنی واقعا هم شعر بالای انسان تاثیر میکنه نه تنها نیمی حسن است نام نیمی حسن است واقعا بلکه تاثیرگذار است بالای قسمت انسان کلمه یلدوز ستاره است و واقعا ستاره است اسم شما شاعر است و واقعا تاثیر گذاشت که مجبور کرد که همگان در عائله اسم شما را فراموش کنند و اسم شاعره را یعنی به شما گذارند یا که بگویند همیشه ورد زبان داشته باشند من نظر میخواهم شاعره بانو که من اینجا هنگام سخن گفتنتان اینجا یک نظر انداختم به آن خاطر که اینجا برای ما اسمس ها ارسال میکنن خب یک نفر اینجا التماس کرده است علاقه خواندید نه خب مرحمت نه عجیب است سوال خیلی عجیب است که گوید که با ما با آواز زنده خوبتان خب مرحمت یک شعر اخیرانی که نوشتم 850 دوستان عزیز 066 885 885 066 مرحمت دوستان عزیز زنگ بزنید و هر سوالی که برای شاعره بانی عزیز دارید اینجا بیان بسازید خب اگر شاعره بانی آماده باشن که یک شعری که چند وقتی اخیر نوشتم ولی جای نگذاشتم و اکثر شعرهایم رو راست دیگه بعض شعرهای بجایی که نمیدونم از نگاه دیگران نفرانی دوستانی نزدیکی من که خصوصا برادر جانی من سویش میزرا که میگه هر بار که میخوام میگه که
گوش کن این شعر در فیسبوک نمون در هیچ جا بگذار اولین بار در کتابات پیشنهاد میشود چون که چیزهای خوب رو کس باید که همچون سورپرایز نشون بده ولی یکیش رو میخوام از اون زمره اون شعرهایی که من میگم برای سورپرایز نیست ولی دیگر اون چی که نوشتم اون چی که احساسی همه روزه من است و با دردی همه ما میخورد رو میخوام خانم گوش میدهیم بچه های از شما هم گوش بدهید گوش بکنید من باور دارم که حلاوت میبخشد و من ای آدمان وقتی گذشت و رفت بازارت که حالا هیچ کارم را نبود انجام مثالی تیر تمام کار و بارم نیمه کالا نیمه ره مانده مثال ماهی نیمه در پناه ابرهای پیر بیارد ساعتی برعکس سمتی رفتنش آخر کجا مقراض وقت آسیا مسر از من گریزان است نگیرم کار در کارش ولی رحمی نمیآورد که کار و باری من از جبر کاری او در ارمان است با من ای آدمان وقتی گذشت اصلا نآورد پس گذشت و رفت از ما رفت حالا حالی را آرد کنون میدانم آخر قیمتی چند روزی دیگر را از این دفتر تمام صفحه های خالی را آرد در این دفتر فقط از این صحیفه آخرش زیبا بیا که صفحه های باقی را گلکاری بنماییم دیگر ما از کجا و تا کجاییم ناکجا رفتیم به یاد هیچ کس آخر نمیآییم و من ای آدمان آزاد بودن را نیاموزید نبوده هیچ بار خانم را ساعت ناگه سی پرسشی که فردا در کجایی آه میمیرم و فردا میرسم یا نه این است پرسش مطرح یعنی من هیچگاه زندگیم رجا ندارم برای من اگر نفری از من سوال گفت فردا چی کار داری یا در کجایی من سخت از این سوال میرنجم چون که برای به فردا رسیدن برسیم حالا این است سوالی مطرح واقعا سلامت باشین خب اینجا یک نفر میپرسد که شاعر بنو چند فرزند دارن من 4 فرزند دارم از 4 برم 4 نهال است خدا جان غمهای کوه دست شمال است خدا جان 2 تا دختر دارم هلاله عزیزه دختر بزرگم کلانی هم یعنی که در رشته تیبی کورسی دوم در یعنی که کاری توبتی فعالیت میکند یعنی که دانش اندوزی میکند دختر دومم عزیزه جان ختم کننده است سخت آمادگی داره میخواد به خارج برود دورهش را شده بگرداند دعا میکنم 2 تا پسر دارم امید جان و سمی الله امید جان 15 سال دارد بسیار فوتبال بازی خوب است با فوتبال رغبت دارد پسری دیگر هم سمی الله طریق شبکه‌های اینترنتی اکثرا هواداران میدونن که شعر میگوید اما با زبان روسی و شعرهای بسیار خوب هم میگوید بسیار چی میگوین یک فانتزیای بسیار زیبای خودش دارد من در حیرت میمونم بعضن که واژه ها را از کجا پیدا میکنند تصویرهای بسیار زیبا را دست دوی استاد تیمور زلفقارov را گرفته و بهاگذاری استاد همین بود که عمر خیامی نام است و یسین تاجیکستانی است خدا کند اقبالش سلامت باشید برادر اون سوالی که در سمون من ارسال کرده دلکه جوابش را گرفتید میخواست یک برادری من نخترش که بپرسد که یگان نفر از عائلهشان پیرو هست دلکه شما جواب بدید به این سوال خب یک نفر دیگر اینجا نوشته است که جایی که زن است گفته است آنجا آبادی است تشکر زیاد برادر که سخنهای خوب گفته است که سلام خوشروچه زنده باشه گفته است سلامت باشه گرفتن با استودیو انیخترش با ما من به شما اینجا برای دیگر قرائت میکنم 885 885 066 دوستان عزیز مرحمت زنگ بزنید و اگر همین حال ما اجازت میدیم به بانو که صحیفه های اینترنتشون رو یکم یعنی از نظر گذارانند که اونجا که چی میگه که در این باره چی میخواد خب دوستان عزیز چند خیلی جالب بودم یک نفر میپرسد که من میدونم که از عائله مذهبی هستی و شما رو بسیار اذیت هم میکنن سخت میگیرن
از چند شعرهای آخری شما پیل برده نوشتم. یعنی من یک شعر نوشته بودم به نزدیکی و در فیسبوک گذاشتم. گفتم پدرم پشت شیشه غفلت، مادرم در اسارت پدر است. هرچی او گفت قانون از قانون، مادرم نابینا و گنگ و کر است. پدرم گم شده در کوچه جل، یک رو بیخبر و رحم ستیز در پس مذهب پینداشته‌اش و نهان است و رو بگریست. پدرم داده به من خاطره ها، همه زرد و سیاه و تاریک و شوم، همه بیرحمی و مایوسی و غم. مادرم رحم ندارد مردم. پدرم زنده به گورم کرده، مادرم در غم من آه کشید. خود که ره برده غلط، از چه کنون علم دختری گمراه کشید. پدرم در جگرم آتش ریخت، مادر از درد جگر پاره خود سوخت و لیک به دادم نرسید. جگرم سوخت از این بود و نبود. انا همون شعرهایی که نوشتم و واقعا خیلی زیاد از من میپرسن که چی است. چرا درباره پدرتون این گونه؟ نه، این یک شعری حالت است. همون حالت، همین حال و هوا رو داشتم. اما از این شبکه، از این حالت، از این برنامه استفاده میبرم و میخوام بگم که اون قدری که من پدرم دوست میدارم، شاید کم دختران قدر پدرشون دوست دارن. همون شب و روز واقعا این فوجیه در سری من، بالای سری من بود. چند نفر بدخواهان من، حسودان من و پدرم خبر میبرن که گویا من در امریکا از دین خودم گذشتم و زردشتی شدم، یعنی پیروی دینی زردشتی شدم. این خبر دروغ است، دروغ بود و به پدرم خبر دروغ رسانیدن. من الحمدلله مسلمان هستم، ولی چندان یک نفری درگیر مسائل مذهبی نیستم. برای من اصلا فرق نمیکند کی در کدام دین و در کدام مذهب است. برای من انسانیت خیلی خیلی مهم است، خیلی مهم است و من از نفرانی که پیروی زردشتی هستم، دین دوستای خوب دارم. از نفرانی که پیروی دین یهودی هستند، مثلا در امریکا، در خود نیویورک، چقدر دوستای خوب دارم که من باز هم به خداوند نزدیک شدن، مخصوصا از دوستان یهودی هم آموختم. میدونید مثلا یک دوست دارم، رمان تلماسف، با من میگوید که هر حالتی که به سر من رخ ندهد من درد دل میکنم و این دوست خودم که برادروار دوستش میدارم. اولین حرفی به من میگه که فرق نمیکند طریق نمازی که میگذاری، یک طریق چی به خداوند مراجعه میکنی، دیگر به کسی از انسان ها مدد نجو، فقط از خداوند. یک دوست یهودی تبوری من مرا میبرد جانب خداوند، من چگونه او را دوست ندارم. یعنی که من فکر و عقیده و فهمیش و درک خودم دارم و خیلی دین اسلام دوست می‌دارد و اونقدر دوست می‌دارد که یعنی که به حد و کنار برای اون بسیار سخت رسید و مرا واقعا یک مدت در حالت اذیت قرار داشتم، تا اونی که من فهمیدم که پدر با وجودی اون که من از دینی زردشتی هم برای خودم چیز گرفتم، از دین یهودی هم چیز گرفتم، از دین مسیحی هم برای خودم چیز گرفتم، ولی من مسلمانم. خیلی تا این نکته رو من فهمیدم که خیلی اذیت کشیدم و متاسفم از اینکه از اکثری مردمان ما پابند خرافات هستن. بسیار بسیار با قول امریکایی I'm sorry که این گونه فاجعه رو ما داریم. سلامت باشین. البته اونها که در این باره معلومات های خطا پیدا کرده بودن درباره شما، معلومات درستش رو پیدا کردن. در یک نفر به من سوال کرده بود که میخواستم درباره زندگی شخصیشان بپرسم که در سامانه فیسبوک سر و صداها بود. اگر گفتن بخواهید بگید، اگر نه حق دارید که این مسئله شخصی است. با قول رسول شخصی لیوبی تشنو. بله. در این مسئله نمیخوام صحبت داشته باشیم. سلامت باشید. البته فهمیدید. پس خفن همیشه بید از با دونو یک اشاره با دونو صد کلتک. من کوتاه در چور مصرع گفتم. من میگویم، من فکر میکنم نفرانی که خودشون میفهمن. کس به لباس مردمی نمینوزه. میدونید لباس مردمی زیبنده است تو نه گوش کنید، ولی گوش که چه زیبا گفتم. لباس مردمی زیبنده است تو گندگی داره، هزاران درس ها و رشته های کندگی داره. میانی مردمان با این لباس غیر مینوزی چوباس پس میگیرند، آخر ببین شرمندگی داره. کس با لباس غیر نمینوزه. عالی گفتین و فکر میکنم که به دیگر زنها نیز
درس می شود بله. و واقعا من میگم که بزن جسور هر مرد توب نمی آرد نه شاید زیرا هر قدر که خداوند صبرش رو بدهد. نمیدونم از چی باشد که از همین گونه زمره زن ها مرد ها یکم می هراسند. نمیدونم از چی باشد. اما بسیار دوستم میدارم. چرا نه؟ بعضا میدونید من مثلا اگر مرد بودم از زنی نادان، از زنی ابله، از زنی که بجز نمیدونم فقط خوردن خور و خواب و خشم و شهوت دیگر برداشت از زندگی ندارم، من بدم میومد و زود خسته میشدم. برعکس زن باید همه طرفه انکشاف یافته باشد. من فکر میکنم یک زن دخترهایم رو آماده میکنم. باید نرد بازی کرد، بازی نرد رو کرده بتونن، باید اسب سواری کرده بتوند، زن باید شمشیر زنی کرده بتوند، زن باید شахمت بازی کرده، باید نمیدونم تمیز کردن هم خودش و هم خانه. این کارهای مقرری است که هر یک زنی عادی باید داشته باشد. در برابر این فراگیری همه مشغولیت های خیلی جالبه که یک مرد برای خودش میخواد و در حالت مثلا اگر همه این مشغولیت ها رو اگر زن داشته باشد، مرد نزد رفیقش است همون حالت هم ساعت بیاد میگه مثلا من همین گونه میکنم و همین گونه هم شده که با مردی که کناری من زندگی میکنن من دوست میدارم بازی نرد رو برای او آموختم، بازی کردن که بازی کردن نرد رو برای اون که برای هر چون که من بسیار میخواستم که حالت های خولگی در خونه برای هم مرد خانه‌دانی من باید جالب باشه. یعنی زن باید فراگیری همه بازی های نمیگم بازی های مثلا گوشت، من نمیگم گوشتی باید بگیرد، من نمیگم باید باکس بازی کنم، ولی بازی های سبک رو حتما کرده بتوند برای مرد خانه‌دانش باید جوری باشه. لااقل اگر صحبت کردن نمیتوند باید این کارو رو بتوند اون تفسیر است. این آزادی که در خاندان شما هست این آزادی در خاندان همه بوده نمیتوند و نمیدونم شرابی محبت و نمیدونم شرابی صحبت و شرابی مناسبت و از این چیزها باید که مدهوش بشود. در اون حالت زن برد میکنه و من در این رشته یکم میخوام رکلام کنم ترغیبی به پول دیدم که همین حالا میروم نرد بازی من خودم میآموزم. من خودم تشکر میگم. خب بانو گفتن که کتاب تازه دارم که تازه نشر می شود. چی کتاب است و سورپرایز گفتید؟ یک کم سورپرایز ها رو میکشویم. کتاب نخستین، کتاب اولین من نام داشت نخستین نامه های درد، کتاب دومم نام داشت واپسی نامه های درد و این کتابم رو نام گذاشتم نامه دیگر، یعنی بازم یک نامه دیگر. و در این کتاب اوکی یک قصه یادم اومد که یک مرد نامه می نویسد، بعد یک ابله دیگر از پشت سرش نامه رو میخونه، نوشته های من رو نمیخون، من شاید محبت ها من پشتر میکنم. همین یادم اومد حالا که نامه شما رو میخوندم. اپیراتوری نوار پردان کارگردانی برنامه ما بسیار چوست و چابک هستند، وقت رو به نظر میگیرن. به همین خاطر این مکتوبی که ارسال شده است اینجا ارسال شده است که وقتی ما تمام میشود شما چی نکنید گمانی بد نبریم. نفس گیرم در اون غربت در امریکا دوشنبه رو به جانم دوست میدارم و خداوندم یک دانه برگی سبز برویش گیره هایم را میبرم و آهنگ سفر میرسم از شودی و بستم عاقبت باری سفر. آره گیتار آهنگ برگشتی مرا بینواز، همان آهنگ کس داری وطن داری. سلام عزیز، من بسیار واقعا خرسند هستم که بعد از این قدر گیرودارها بعد از این کارها نزدیکتر میشود. دوست میدارم شبکه شما رو بسیار دوست میدارم. عموما همه نفرانی که دست در کار هستند بالای این شبکه این چی میگن عموما یک پروژه بسیار زیبا و جالب و دوست داشتنی برای همه شما موفقیت میخوام. خب دوستان عزیز، اینجا شبنم بانو یک نفر همکار بسیار جوانی ما که قبلا تماشابینا اینجا سوال میکردن که شبنم بانو کجا شد، شبنم بانو یک دخترک بود برنامه میبرد کجا شد، برادر میشود پدر میشود مادر میشود نه و من شاید اپای کلونیش باشم و بخاطر
سلامت باشید. برای باز هم بیبی کلانتو نه بیبی یعنی بیبی کلانتو نه شما این گونه نگوید. خیلی خیلی قدیمی شده بیبی خوبتر است. نه و باور کنین من سال سیندشون رو حتی نمیدونم ولی با 14 ساله مانندن من حتی در نزد شما شرم میدارم که سری جوانی شما در چی باشه. من 43 سال دارم هنوز از اون پردازهای زمانوی که نمیدونم با توکس و کیم هنوز استفاده نبردم جراحی بینی این چیزا من استفاده نبردم بینی هم رو دوست میدارم دراز است میدونم ولی دوستش میدارم میخوام میگونم باشم این تا باید طبیعی باشد هر چیزی که خداوند برای آفریده است تغییر قیافه کردن فکر میکنم شبنم بانو حضور میارد و برنامه ما که زیاد تماشابینا میخواستن با صحبتش را با بانو شاعره دوام میدهد. مرحمت شبنم بانو. میدونید من یک خواهش دارم از شبنم جان من بسیار دوست دارم عزیز دلم بسیار برنامه‌های خوب میبری من بسیار متاسف هستم چون که فکر به من قبلا گفته که 1 ساعت از برنامه مادرم در بیمارستان است من به مادرم گفتم که تا ساعت 1 من برای شما غذا میارم صحبت ما بار دیگر دوام میکند شبنم جان من میدونم که گفتنی ها دارد ولی من وعده میکنم که بار دیگر حتما میام با شبنم جان یک صحبت بسیار خوب برای همگی تقدیم میداریم این زمان باید بروم چون که مادرم انتظار است. دیگر شبنم بانو هوادار شما بوده است به همین خاطر میخواد که تبریک بکند آغوش بگشد. فاطمه شاید همین گونه زیبا همین گونه جوان زیبا نمی‌توانستگاه پیر سلامت باشید تشکری بسیار به همه موفقیت. برای شما تشکر میگیم خوش آمدید بار دیگر بانو. سلامت باشید. خب دوستان عزیز اینک تبریک شما خواستید شبنم بانو رو مرحمت شبنم بانو در خدمت شما هستند و این حال باشد ساعت در دوشنبه 12:58 است دوستان عزیز ادامه میدهیم برنامه رو. خب شبنم بانو اینجا سوال کردن درباره تو که شبنم بانو شوهر دارد یا اینکه ندارد. خب اولا سلام با کلی تماشابینانی سامانه دوست داشتم اویلا با کلی هوادارانی برنامه های ما و با اپای خیلی مهربانم درخشان شوهر داشتن یا اینکه نداشتن من نمیخوام با این سوال جواب بدم. فقط تماشابینا هر کسی رو که ما دعوت نکنیم فقط به شوهر داشتن یا اینکه پسر داشتن یا اینکه دختر داشتنشون توجه میکنن. به هم عجیب است زندگی شخصی ما و شما و یک کس دو کس که شناخت علاقه دیگر توجه ها زیاد میشوند به انسان که آیا این شوهر دارد یا اینکه ندارد فرزند دارد یا اینکه ندارد در کجا باز هم مبلغ های زیادتی به دست خوشی اویلا زندگی میکنم و در دیگر جا همکاری با هیچ کس ندارم اویلا رو زیاد دوست میدارم و این سوال رو شوهر داشتن یا نداشتن ما رو به فکرم یگان نفر زنگیر انیق داده است اپای درخشان اگر زنگیر باشد رقمای من هست میتوانید که با من در تماس شوید من در اولویتی با شما میگویم شوهر دارن یا زنگیر باشید به پیش پدرشون آید پدرشون مادرشون من پدر مادرشون من برای شما گفتم اویلا یعنی از پدر از مادر از خواهر از برادر عبارت است نه مرحمت اویلای دیگر بله و این اویله نه با اویله خودشان میتواند که بیاید همصحبت شوید دستشان را از پدرشان بپرسید و برای که اشاره کردن یعنی اینجا شبنم بانو میگوید یک نفر دیگر که شبنم برنامه آخران در پسی همان دره که ایستاده بودی و با همان آوازخوان حرف میزدی اجازت بگرفت وقتی که اجازت گرفت من همین گونه حادثه هایی که با تو میشوند که پس در آوازخوان ها میره به اونها راه نمیدهند یا اینکه راه میدهند من تو به همین حالت ها چگونه توب میاری اگر دیگر روزنامه‌نگار میشد میپرتافت میرفت ولی تو توب میاری سببش چی است؟ در برنامه هم با شهریار دولتов شهریار من یک چی گفته بود گفت که تو بسیار دختر پرتقال بودی گفتم برای چی گفت که تو به من 1 ماه 30 روز زنگ زده ایستادی و در 30م روز من گفتم که خوب
майлаш бё барнома мекунем ва дар ҳақиқат агар дигар рӯзавинигор мабуд мумкин ки немегуфт мепартофт дигар бо ман ҳам суҳбат намешуд вале ту инқадар бале хуб барои ман як чизи табиӣ аст чунки барномаи ман меҳмони нохондааст ва ман кӯшиш мекунам ки аз омадани худам ба нафарон ба сарояндаҳо яъне хабар накарда ба он ҷо ҳозир шавам ва табиист ки чунин пешвоз мегиранд ва хуб ман барои ман аслан шабнам ин барномаро пеш бибарад ва барои Шабнамҷон бо мардум одат карданаш, барои бо тамошобин одат карданаш, барои якам озодиро эҳсос карданаш ки то аз барномаи сабтшуда то ба барномаи мустақим гузаштан якам бояд инсон таҷриба дошта бошад, не? Хуб якам эҳсосоти дигар пайдо карда бошад. Ба ҳамин хотир Шабнамҷонро даъват кардем. Марҳамат, агар солҳо ба Шабнам, ман фикр мекунам ки миллионҳо нафар Шабнамро аллакай бо барномаи қадами қурбонаш дидааст, не? Шабнам ва туро низ мешиносанд, медонанд ва ҳамин ҳоло солҳо хеле зиёд атрофи ту яъне давр мезананд. чӣ суолҳоро бештар дар сомонаҳои интернет зиёд дилмонда шудам ва ҳатто ба қавле ки ҳамон рӯз дар набудани муҳтарам Шариф Ҳамдамич ман ба назди Акои Далер рафтам ва гуфтам Акои Далер аризама қабул кунед, ман кора бас мекунам, ё ҳамин комментарҳои ӯ далил мекунед ё ман кора бас мекунам. чун намедонам бори аввал буд аввалин видеои сабт кардаамон буд ва ман дар ҳақиқат таҷрибаи хуби журналистӣ надоштам, хелеам хом будам, овозамам дуруст набуд ва ба ҳамин хотир зиёд мардум суханҳои қабеҳ навиштанд ки ба фикрам гуфтани ин суханҳо дар ин ҷо лозим ҳам нест, вале баъдан ба қавле ки худро ислоҳ кардам ба навиштаҳои ёдамондар бораи либос пӯшидан, бораи тарзи сухан рондан, ҳамаеро ислоҳ кардам ва дар барномаҳои минбаъдам умуман чунин суханҳои бад яъне комментарияи бадро надидам ва бисёр ҳолатое ки маро дар супермаркетҳо, дар бозор, дар беморхона, дар роҳ, дар такси, дар ҳама ҷо шумо ҳамон духтара ки пеш қадам рафтагӣ нестем, ҳатто дар фейсбук, дар инстаграми худам менависанд ки ҳамиш чанд вақт пеш подписатсия кардагӣ, баъд яке менависанд ки шумо ҳамон духтар нестедем, қадам қати рафта будем, барнома кардем. хуб табиист чунин саволҳо зиёд мешаванд. хуб бовар дорам ки Шабнам таҷрибаи зиёди кори ҳам надошта бошад дар соҳаи рӯзноманигорӣ, дар соҳаи журналистика устод дорад, устодаш барои ӯ айни ҳол меомӯзад, яъне пайваста худи роҳбарияти худи ин сомона яъне бо ин боно фаъолият мекунанд, аз болояш кор мекунанд, яъне тарзи сухан гуфтан, нишастан, хестан, яъне тарзи барнома омода карданро аллакай омода карда истодам. Ман барои шумо мегӯям ки Шабнам Бону тасодуфан яъне ба даргоҳи сомонаи Оила ТВ яъне роҳ ёфтааст ва беҳтар мешуд ки худаш бигӯяд ки чӣ гуна роҳ ёфтааст бошад. Зеро Шабнам ҳамин гуна истеъдоди суханронӣ дорад, яъне таҷрибаи рӯзноманигорӣ надорад, ягон мактаби рӯзноманигориро нагузаштааст, ҳанӯз дар даргоҳе ҳаст ки тарбият меёбад, инкишоф меёбад. хуб марҳамат Шабнам, чӣ гуна шумо роҳ ёфтед? роҳ ёфтам хелеам ба тарзи тасодуфан. ман хонандаи доимии сомона ва ҳамчунин газетаи Оила будам. ҳар корманди Оиларо мешинохтам, дӯст медоштам ва бо кӯмаки мудир, бо кӯмаки директори генералии ҳамон Шариф Ҳамдамович хуб фикр мекунам ки давом додан намехоҳам ва барои чӣ давом додан намехоҳед? На танҳо барои ман чун эҳсосотӣ мешавам, наметавонам гӯям ва ба фикрам вақтам аллакай соат 1 пайдурахшон вақтамон ба охир мерасад ва ба кулли тамошобинон чунин гуфтаниям суолҳои худро минбаъд дар барномаҳои дигар метавонед ба ман пешниҳод кунед ва ман албатта ба суолҳои шумо ҷавоб медиҳам.
باز هم همون سوال شبنم بالا آیله دار است یا آزاد است باز هم همین سوال است من فکر میکنم که بچه ها پس این پرده خیلی زیاد هستن میخواهند که شبنم را دل شبنم را به دست آوردن بچه ها آسان نیست شما باید چندین یعنی آزمون ها را گذارید شاید آیله کاستینگ اعلام میکنند برای دل شبنم بانو را پیدا کردن شما که شما از آن کار زیاد طول کشیدن گیرد همون قدر معنیش رو گم میکنه خیلی بیاید برای امروز خیر خوش میکنه خب باشید و نباشید